بگذار این عروس به تازی خونه آماده باید بفهمه قوانین از این خونه. ایتا نشه که به در پاش کنه. ایتا نشه من بیام به تا خونه همه چی به در پاش باشه که مجا بجا سکته کنه. خوبه گوش میکنه عروسا. خوش میکنه. به کی می جمع کنی؟ به کی ما جمع کنم؟ هر بعد از سر من نباید که تو استودگی کنی. نما میده استودگی. تو چند سال ما به خونه تونم رنج میکشم. بعد از سر تو مرسودگی ما چکار؟ رنج چی میکشی؟ ها؟ نه چی رنج؟ یک دونه رشلمه ما به تقندون بیشتر میاد و قوقا بپا میکردی. خب نباید اصراف بشه. این چایا تیره تر بود که قیامت میشد. چه چایا تیره دم کردی؟ خب حالا کجای عروس تو چه چای نمیاره؟ میارانه. ای خدا ما چه یک رقمیه تو می که چارقران جمع کنی که با آینده نبا درد از این بخوره میگم تو سختی میکنی سختی نمیکنی مال بی جا و جگاه نمیرسی و علیکم خب چقدر دشلمه باید به تقدونی باشه ها؟ تو سعی کنی یک عالم دشلمه رو به تقدونی بیاورده ما چیکار کنید؟ چند تا دشلمه؟ 10 تا دشلمه. آخه 10 تا دشلمه اگه 10 تا باشه مصرف آدم زیاد میشه. ای عروسه تو خونه پیار فقط چی بودی اینجا که بیا بدی باید قوانین از این خونه باید همه بفهمی. ایت سر به خودت درباد نکن من به اسیونی به دست نبردم. یک دشلمه از این بعد یاد تو باشه یک دشلمه تو میچوشی میدی به دهن شوخو میکنه او میچوشه باز تو میچوشی. یک دشلمه مبر میدارم به میچوشه بده به در پیزدار خوب باز او میچوشه به میچوشه. من تو تختی جرب میزنم. چرا؟ یعنی بگی چه کار دهن بلمشته؟ بمورم عقب تو. همین قانونه. ایت نشه که یک دشلمه خالص به دهن خوب اندازه. باز اگر خیلی کیت این کارا نمیکنیم انمی بسته. بمی باید انمی اگه بسته میام گلاس خلاص. ایت نشه که مثل که پشکل به تنور بندازم یک سر شما دشلمه بندازیم. نه کاکا جان دیگه مغزل مصرف نمیکنم متوجهم. حالا میترسم 2 تا نبود به قندون میگذارم. تو فکر میکنی من به چگه خوردیم؟ من به چگه خوردیم تو برو گپا خوب ازیدی. من مثل تو 100 تا به جامعه کلون کردم آخه. اسمم شاه میرزا بستری هم این شهر بری بپرسی میشناسم. تو اگر یعنی کار خوبی میکردی بگه 10 تا دشلمه به تقدونی نمیدختی. ایتیاد کردم چه کار کردم مرآت کردم. یلا کودک مرد بس که چون زرسخگیری میکنی به کی جمع میکنی؟ اون روز که تو سر خوب بگذاری یعنی من عروسی بله به تازی خونه. معلوم دار عروسیه دل جمع باش. انویتا تا سر تو استادیوم تا روزی که زنده باشم به خدا خوب نمیگذارم یک خوشی بیجاشه. عروس متوجه بشی ایت کاری نشه که دمی بخواد مطلق شه هرچی به دم بیاد بیای بری تو بگو. متوجه باش اگر میفهمی که میمون داریم تعداد میمون شماره کنن. اگه 10 تا هم 10 تا دشلمه بنداز اگه 15 تا هم 15 تا هر چند که بخونیم مطال 15 تا میمون نباده. آخه کاکا جان اینا خشک میشه اینا چکار کنم با پرتو میدیم دیگه خشکی شد نمیخوره کسی. کی نمیخوره؟ هیچ کس نمیخوره. خشک کی میخوره اینا رو کاکا جان؟ یعنی دشلمه خشک کجا میندازیم شما ها؟ اینجا میخوری. معلوم بشه که شما دو نفر گپی هسته. دشلمه خشکم کجا میندازم؟ دشلمه که خوش میشه رس میشه من خودم میخورم. خاطی دندونم درد بکنه. اشته عروس تو میگه نمیخوری. نه عروس تو میگه ای خدا تو بی عقل میگه. پری روز نخور میخوان دندونم نبات کردم اشته میخوری میگه. نمیگفتم استه بشکی او که بیرون کنه به قندون بگذاریم او خشک میشه. نمیشه خوش. پس دوباره ببر تا بشکه. کم شکرم بالا نبرزیم که ملایم بمونه. تا کی بگم تا کی از خود بگم به کی بگم. شما بگم نمی. بس دیگه تو بخوره به اینجا کار نداری بری. آخه برو که مغز سر بخودی. انا میرم. صبر کن. برو بخیر بری. جمع کن پیلا جمع کن. خیلی. چی وضعیت بسر؟ یه گلاس نونیه کورده ها؟ خب دیگه گلاس ها کونر میاری به تخونه. اگه یک گلاس نو دیدم به تازی خونه باز نگه که نگفتم گلاس نو بدم دست نخزارم. راست میگه گلاس نو نخزارم دست. میره بگم برو مثلا قبلی بچینم. خوبه از دفعه دیگه با گلاس ها کنه شمار میارم اینا رو جمع میکنم. ها این بگذار که میتونه نو بمونه. بفهمیدی؟ من چیکار کنی؟ به سر قبر تو باز به تعزیه او میارم. چه به سر قبر من؟ به سر قبر خود تو. من رفتم. مخبور خیلی. متوجه باشیم. چاش تمام غذایی که با شی اومده بود
همینا رو گرم کنیم نه که ما به فکر دیگه چیز بشیم. تو که نمیایی؟ نه یا شما هم همینا رو بیشتر نخورید. خوبه برو بخیر ببین. آرمان بکن قدرت رو بگذارم. عروس یک ذره گوش بندازی یخنی کنی که خودت رو بخوری. اشت سختگیری همینا 10 تا دشنام به تنظیم بود. چه کار کرد خودم؟ ای نه چند ساله که مزید رنج میبرم. چند ساله. خواه میفهمی دکتر چی گفت ویتامین بدن شما کم شده، شما باید میوه بخوریم، یخنی بخوریم، گوشت بخوریم. چرا این کارو میکنی خواه؟ آخه تو سختی نکو، سخت خودم به بدن خود یک مصرفی بکو. ای برا هنی اگرم دوار بدو همه به دست ده به دست میده شو که میشه میره چادر مندازه به ترسه خوبم پام سیفی چی میشینه پیشگاه بزندو همه پودا میشماره 10 یا 30 میکنه 5 یا 30 20 یا 30 هر زری و 500 که دست نمیزنه همه لرزه بپرسی حساب کتاب داره که چند پول داره راست میگم امو تنه به می خونه کسی ما یک دشلمه رو اضافه خوردن نمیگذاره باره میگه به ما سر میمونا رو بشماریم دشلمه بیاریم اشته بخوریم عروس خوار شما این رقم نگذاریم بشه این رقم اگی باشه شما سوی تغذیه میکنه خوار مکانه بفتا ثبات هم میفتی خب چه کار کنیم شما بگید این نمیفهمو هیچی جنسه اغزر مال زندگی پول ثروت هیچ چیز مصرف نمیکنه تو نگاه کن ای خاک بگری مصرف کن ایده مصرف ها میکنه هرمون بدین با مرزون جوانی ها خب کی 4 تا تخمه یا 4 تا پسته و تکیسی خوب به بیاره ایده کارو نمیکنه کاکا جان ایده که شما گپ میزنیم عاقبت من از خوشوم بدتر خواهد بود باز میبینه من اگم اینجا من میفهمم هم طور سوی تغذیه میکنه خوار که سوی تغذیه باشد این رقم که ایر دیدم از دست از این او نمیچکه ایت سختیه من گاهی وقتی میبینم من پا درس را چوبم دست اینه قالا مرچر خراب میکنم میگم چرا؟ میگه دونمونه برای اینجا میشه اینو بباره به قال خوار ایت سخته ای عروس جان اگه بشینم با تا تعریف کنم که می چیز را اینجای از کشید خلاصه خوارمه تا میتونی همین یک رقم نصیحت کن که بفهمون که این رقم سختی نکنه که اصلا به بدن تو گفت هیچ ویتامینی وجود نداره بوی تدگه چیه بوی چیه بگم وقتی سکم نیستوختگیه مثل که سلام علیکم خوبی سلامتی کیار خوشحاله تو جوره بخیری جان جوره خیریت اینا چیه اینا آخه او بره نگاه کن که خوار نزدیک من نمیرسی دیدم مرده بود چی مفاج گرفته بود تو چیکار شده بود ناجور شد از قد بفتاد به پایین همسایه زنگ زدم بده که خوار تو تزینا برته با خوب شدی رو بردشتم ببردم به شفاخونه هنه دوای رو بستندم سیروم میرم بزدن اولک شکر کمی بیتره یک گلم دوار بزی دادن همین دوا این میفهمی اصلا میگه تمام وجود از این ویتامین نیه این میگه میوه‌جات بخوره سبزیجات بخوره لبنیات شیر بخوره این باید بدن از اینا رو به کار داره اگه ت لوکجات درد بیدرمونجات سپورزیجات بخوره خب نمیشه آخه 2 ماه جوچریت سختی میکنی اینه چند شد بگو آره چی کرده چنده شد بگو که من بفهمم بگو حالا سکته نکن اولکی نشو خیلی گپیه خود من میدون پولای چند شد پولای چند شد آخه یکی نیم هزار شد یا خدا میگم اولکی نشو یکی نیم هزار بی زبان تو ببودی باده از این دعا دادی پولگه کل پولی چیزی تیار میکردیم برخته برقه دیگه هیچی کرایه میکرد که شما به دکتر بزنیم ببریم آخه کوکا جان سیروم بکار داشت شربت بکار داشت ببردن میگم 2 ماه جو این رقم نمیشه اول از این پول دوار خود میدم خوار منه یعنی با زحمت کشیده رستی خود تو میدی من میدم تو فقط آروم باش میگم این رقم نمیشه که زندگی تو گرفتی من هر چیزی سختی میکنی آخه با خدا قسم خوب سر خور به زمین بگذاری خوب بچه ها همین میراث به دست نفتم به 6 ماه دربات میکنم نکو از این مول میراث کو استفاده دست من خوب بداره که بچه به یک وجب ملک من بفروشم دست من خوب بداره به دوایی میکنم اونا به دوایی میکنم آخه این ملک و زمین چی به درد میخوره؟ اشته به درد نمیخوره اشتباه چند تا بود عروس؟ چند تا بود؟ میگم من اینا هم میگم این بچه ها تو میخوره و تو صلوات هم نمیگم دل جان همین منو که به درد تو میخوره با خدا همینه به کنارتونه
آره تو دشلمه حساب میکنی، پیاله حساب میکنی. من دخترها چهار طرف ما برن. نه همین دست خود راست نکردم به دشلمه. من دخترها برن چهار طرف ما به دور کرده. یک دختر من نمیه خبر نمیگیره. ما بیایم ما 33 بالا ببرد اینا کنیم. اگه قرار داشتن بریز باشه و خوردن باشه بریم خیلی پیدا میشه بفهمیدی؟ به کی من جمع کنی آخی به کی جمع میکنی؟ کی جمع کنی؟ به کی جمع میکنی؟ وای مرگ از تو بمونه. میگو آدم باید هر چی که داره بپوشه و بخوره به اندازه اصراف نشه. 2 ماه دیگه تو خیلی سختی میکنی. تا به کی دیگه این رقم سختی؟ تو پیاله حساب میکنی، دشلمه حساب میکنی، نام خدا از ثروت و مال هم داری، چه کار میکنی؟ هیچی گوش میکنی اونو بعد از سر به زنه به چه سوده کنه.